جدا دلم نمیخواست اولین ویدیو امسالم راجع به موضوع باشه، ولی از اونجایی که به زودی قرار از این بیمارستان برم، شما رایت رو بشه من می‌بینین، گفتم که تا راجع به موضوع براتون صحبت کنم که امیدوارم کلی به دردتون بخوره. سوال اینه که چجوری طرح پزشکیمون رو شروع کنیم، چجوری انتخاب بکنیم و حواسمون باشه که چه اشتباهاتی رو انجام ندیم. ما به محض اینکه فارغ التحصیل میشین یک اس‌ام‌اسی، حالا به محض اینکه بعضیا خیلی طولانی‌تر میشه، بعضی 2-3 هفته طول میکشه، یه اس‌ام‌اسی از وزارت بهداشت براتون میاد که میگه خانم یا آقای محترم فلانی، شما که درس تموم شده سریعا بیا توی این سامانه ثبت نام کن تا اسمت به عنوان نیروی طرح انسانی بره حالا اون ستادی که مد نظرت هست شما رو توضیح کنن توی مراکز بهداشت و مرکز درمان. شما که وارد این سایت میشین حواستون باشه که این اطلاعات رو کاملا عاقلانه انتخاب کنین، خیلی احساسی انتخاب نکنین. چند تا شهری که میتونین انتخاب بکنین رو حواستون باشه که اون مورد اول بیشتر مد نظره. اون شهری که شما انتخاب کردین براتون مراکز بهداشت و درمان بیمارستانش رو میاره و شما میبینین که کدوم یک از این مراکز به چند نفر نیرو نیاز دارن. و خب بهتره که یک شهر کوچیک انتخاب میکنین، خودتون برین، چون صفش خیلی کوتاه‌تره. من خودم جایی که انتخاب کردم مثلا هیچ کس تو صف نبود. برین اونجا با اون بیمارستان یا مرکز صحبت کنین که درخواست بدن ستاد مستقیم شما رو به فلان مرکز معرفی کنه. و خب دنگ و پنگش زیاد نیست، من حقیقتا اون بیمارستانی که کار میکنم رو خودم انتخاب کردم. ولی اگه شهر بزرگی هستین قرار خیلی طول بکشه. شاید مثلا جاهایی مثل تبریز، تهران، مشهد، اصفهان، شیراز بین 6-7 ماه گاهن حتی 1 سال صبر کنن که نوبتشون برسه. و خب انتخاب مرکزی خود براتون سخت میشه. اگه بند پ ندارین احتمالاً جایی میرین که اونا برای شما انتخاب میکنن. حالا زیادم نگران نباشین، شرایط تقریبا یکیه، زیاد فرقی نمیکنه. حالا بهداشت با بیمارستان فرق میکنه، مرکز بهداشت، ولی کلا بیمارستان و بهداشت تا با هم فرقی نمیکنن. حالا فرض کنین شما شروع به کار کردین، حواستون باشه که اگه وسط ماه شروع به کار میکنین، مثلا من 17 ماه شروع کردم، که حقوقشو کامل بهتون بگن، بیمه اون قسمت رو کامل براتون واریز کنن. به محض اینکه شما شروع به کار میکنین بیمه پدر مادرتون قطع میشه. و این خب از این بابت خیلی بده که تا آخر ماه بخوام بیمه‌تون رو بریزن شما یه مدت بیمه ندارین. حواستون باشه که تصادف نکنین، مریض نشین، چون همه این خدمات براتون آزاد حساب میشه، هزینه‌اش پرداخت نمیکنن. حواستون باشه که اون چند روزه رو، اون ماهای اول و بعضی مراکزی خورده سهل انگاری میکنن، حتما بیمه‌تون رو واریز کرده باشن، براتون سابقه رد شده باشه، حکمتون رو حتما پرینتش رو بگیرید نگه دارید. معلوم نیست در آینده کجاها به درتون بخوره، مثلا اگه برای مهاجرت کاری و سابقه و اینا میخواین خیلی خیلی براتون مهمه. اونا رو نگه دارین. فیش حقوقی هر ماهتون رو پرینت بگیرین نگه دارین. ساعت‌های موظفی که باید برین سر کار مساویه با روزهایی که تعطیل نیست در ماه، به ازای هر کدوم یک شیفت و در کل یک شیفت اضافه. فرض کنیم این ماه 25 روز غیر تعطیل داریم، شما 26 تا شیفت موظفی دارین، بقیه‌اش اضافه کار حساب میشه. تا به امروز که حدوداً اضافه کاری ساعتی 21 تومنه، خیلی کمه جدا، ولی کاری نمیشه کرد. علاوه بر حقوقتون اضافه کارتون کارانه دریافت میکنین که به نسبت رشته‌تون امتیازی که بهتون میده متفاوته، ولی سرجم الان حدوداً کف شما 16-17 تومن توی مرکز درمان، جایی مثل بیمارستان و اینا دریافت میکنین و حدوداً نزدیک 15-16 تومن هم تو مرکز بهداشت دریافت خواهید کرد. ممکن حالا یه سری تو شهرهای محرومتر و مرزی خدمت بکنن که خورده حقوقشون بیشتر از کسایی باشه که توی شهر عادی دارن کار میکنن. حالا ممکنه براتون سوال پیش بیاد که چه فرقی میکنه من اگه شهر کوچیک بخوام خدمت بکنم یا شهر بزرگتر. خب یه معیاری هست، فلان عدد به نسبت 5 تا. شهرها بر اساس 3/5، 4/5، 4.5 و 5/5 دسته‌بندی میشن. حالا این کسرا چیه؟ 5/5 خدمت مساوی 24 ماه خدمته که بر اساس اون وقتی این کسر رو ضرب میکنی 4.5 بر 5 تعداد اون ماها کم میشه. اصلا هم ربطی به امکانات شهر نداره، نمیدونم بر چه اساسی دارن تقسیم میکنن. ما تو استانمون خیلی از شهرها محرومتر از مرکز استانه، ولی خب چون نزدیک افرادی که داخل مرکز استان هستن اون شهرها رو هم انتخاب میکنن، براشون امتیاز کامل زده میشه. مثلا شهری که من توش خدمت میکنم 21 ماه خورده‌ایه، یعنی اون چند ماه دیگر رو من به دلخواه میتونم بمونم، میتونم برم. فرض کنید 2 سال شما تموم شد، بعد اون باید چیکار کنین؟ دوران کرونا گفتن که هر کسی میتونه تا 3 سال بعد، یعنی 5 سال کلان‌تر تمدید بکنه. الان شرایط تغییر کرده، اون سهمیه کرونا و به قول معروف آوانسی که به ما میدادن برداشته شده و ما به جز این 2 سال اصلی 2 سال میتونیم اختیاری تمدید بکنیم. حالا قضیه آزادسازی مدرک چیه؟ یه مدت میگفتن هر کی این 2 سال اصلیشو بره، اون 6 سال باقی مونده رو میتونه خریداری بکنه.
بعد گفتن نه اونا که منطقه یکن میتونن تا 2 سال 6 سال باقی مونده، اونا که بقیه مناطق هستن 2 برابر این، یعنی 4 سال حتما باید کار کنن، 4 سال خریداری بکنن که از تابستون کلا دیگه منحل شد. گفتن این 8 سال کامل رو باید همه بگذرونن تا بعد از اون بتونن مدرکشون رو دریافت بکنن. اخیرا مثل اینکه نامه دیگه ای اومده، میشه این شرایط رو دور زد. اگه شما از این نامه مطلع هستین یا به روش‌های دیگه آزادش کردین، حتما برامون کامنت بذارین، تو ویدیو بعدی راجعش صحبت میکنم.